و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر. سلام و عرض ادب. منظور از توبه نصوح توبه‌ایه که شخص توبه کار گناهان را ریشه‌کن کنه و دیگه به اونا برنگرده. و در این ویدیو داستان توبه نصوح را براتون بازگو میکنم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. نصوح مردی بود شبیه زنها، صدایش نازک بود، صورتش مو نداشت و اندام زنانه داشت. اون مرد شهوترانی بود و با سوء استفاده از وضع ظاهرش در حمام زنونه کار میکرد. هیچ کسی از وضع نصوح خبر نداشت. او از این راه هم امرار معاش میکرد و هم ارضای شهوت. نصوح چندین بار از کارش توبه کرده بود، اما هر بار توبهش را میشکست. آوازه تمیزکاری و زرنگی او به گوش همه رسیده بود و زنان و دختران و رجال دولت و اشراف دوست داشتند کیسه کشی آنها را نصوح انجام بده. روزی از روزها دختر شاه به حمام رفت و مشغول استحمام شد. از قضا گوهر گرانبهای دختر پادشاه در آن حمام مفقود گشت. دختر پادشاه از این اتفاق شاکی و عصبانی شد و دستور داد که همه کارگران را تفتیش کنند. کارگران را یکی بعد از دیگری مورد جستجو قرار دادند تا اینکه نوبت به نصوح رسید، اما از ترس رسوایی حاضر نشد که اون را بگردند و این عمل او سوء ظن دزدی را در مورد اون تقویت میکرد. خلاصه نصوح هم تنها راه نجات را در این دید که خود را در میان خزینه حمام پنهان کنه. به ناچار به داخل خزینه رفت و همین که دید مأمورین برای گرفتن او به آنجا آمدند و دیگر کار از کار گذشته و نزدیک است که رسوا شود، از روی اخلاص توبه کرد. نصوح این بار از ته دل توبه واقعی نمود. محافظین از اون دست برداشتند. نصوح هم که عنایت پروردگار را مشاهده کرده بود، این بار بر توبهش ثابت قدم موند و فوراً از اون کار کناره گرفت. چند روز از غیبت اون در حمام سپری نشده بود که دختر شاه او را به کار در حمام زنونه دعوت کرد، ولی نصوح جواب داد که دستم علیل شده و قادر به دلاکی و مشتمالی نیستم و دیگر هم نرفت و هر مقدار مالی که از راه گناه کسب کرده بود در راه خدا به فقرا داد و چون زنان شهر از او دست بردار نبودند دیگر نمیتوانست در آن شهر بماند. به ناچار از شهر خارج و در کوهی که در چند فرسنگی آن شهر بود سکونت نمود و به عبادت خدا مشغول گشت. اون تصمیم گرفت که سنگ‌های سنگین هم کنه تا گوشت‌های حرام تنش را آب کنه. نصوح این برنامه را مرتب عمل می‌کرد تا در یکی از روزها همانطوری که مشغول به کار بود چشمش به میشی افتاد. آن میش زاد و ولد کرد و نصوح از شیر آن بهره‌مند میشد تا سرانجام کاروانی که راه را گم کرده بود و مردمش از تشنگی نزدیک به هلاکت بودند عبورشان به آنجا افتاد. همین که نصوح را دیدند از او آب خواستند و او به جای آب به آنها شیر میداد که همگی سیر شدند. آنها موقع حرکت هر کدام به نصوح کمکی کردند و او در آنجا قلعه‌ای بنا کرد و چاه آبی حفر نمود. کم کم در آنجا منازلی ساخته و شهرکی بنا نمود و مردم از هر جا به آنجا آمده و در آن محل سکونت اختیار کردند و همگی به چشم بزرگی به نصوح نگاه می کردند. رفته رفته آواز خوبی و حسن تدبیر نصوح به گوش پادشاه آن زمان رسید که پدر همان دختر بود که جواهرش در حمام زنانه مفقود شده بود.
شاه از شنیدن این خبر مشتاق دیدار نصوح شده و دستور داد تا او را به دربار دعوت کنند. خبر به نصوح رسید اما او نپذیرفت و گفت من کاری و نیازی به دربار شاه ندارم و از رفتن نزد سلطان عذر خواست. مأمورین چون این سخن را به شاه رساندند، شاه بسیار تعجب کرد و اظهار داشت حال که او نزد ما نمی آید ما می رویم او را ببینیم. اما همین که به آن محل رسید در آنجا سکته کرد و نصوح چون خبردار شد که شاه برای ملاقات و دیدار او آمده بود در مراسم تشییع او شرکت کرد. چون پادشاه پسری نداشت ارکان دولت مصلحت دیدند که نصوح را به تخت سلطنت بنشانند. نصوح چون به پادشاهی رسید بساط عدالت را در تمام قلمرو مملکتش گسترش داد و بعد با همان دختر پادشاه ازدواج کرد. شب عروسی رسید. نصوح در بارگاهش نشسته بود که ناگهان شخصی بر او وارد شد و گفت چند سال قبل میش من گم شده بود و اکنون آن را نزد تو یافتم. مالم را به من برگردان. نصوح گفت درست است و دستور داد تا میش را به او بدهند. آن شخص گفت که چون میش من را نگهبانی کرده ای هرچه از منافع آن استفاده کرده ای بر تو حلال، ولی باید آنچه مانده را با من نصف کنی. نصوح گفت درست است و دستور داد تا تمام اموالش را با او نصف کنند. آن شخص گفت بدان ای نصوح نه من شبانم و نه آن میش است، بلکه ما دو فرشته ایم برای آزمایش تو آمده ایم. تمام این ملک و نعمت اجر توبه راستین و صادقانت بود که بر تو حلال و گوارا باد. و سپس از نظر نصوح غایب شدند. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید